خوب السلام علیکم دوستان عزیز، بار دیگر خوش آمدید به شبکه جهان تیوی. من امروز به شما یک سر غناجین تازه چارنپیاس به فروش پیشنهاد میکنیم. دوستان عزیز، غناجین قرار دارد در ولایت سوغ ناحیه باباجان غفروف جماعت خصی ورز به پرادش تازه چارنپیاس 30 سالش باشد 11 ماهه. مسئله دستافکش یگان خیلی مشکلش نیست. دستافکش همراه خریدار هم صحبت میشیم، دستافکش هم تشکیل میکنیم دوستان. خوب دوستان عزیز، غناجینچه پرادش چارنپیاس غناجین شهری از فرم برآمدگی. من شخصانی که خریدار باشم مرحمت پایان اکرام نامبر تلفنی ما هست. من زنگ زنتون معلوماتی پوری گفته بعد من خریداری کنتون دوستان. من آینده برای مول کردن به نهایت مالی زور، مول پاچکاشم روز باریک، پوستاش به نهایت تنوک، مالی شیری میشدگی آینده. چخیلی که من در نوار میبینیتون غناجینچه نافتار مالی شیردار آینده شیردار میشدگی من خیلی نافتار میشه دوستان عزیز. من شخصانی که خریدار باشم مرحمت آینده من برای مول کردن که برای جوشای کردنی به نهایت غناجینچه اجایی بود. من چخیلی که در نوار میبینیتون دوستان عزیز ستویکاش راست، قفاواشم وسیع، کارساشم وسیع، تگاشم سفیدی به نهایت خوشروی، چوچواشم دراز. مسئله سلامتیش، مسئله خورد و خوراکش یگان خیلی مشکلیش نیست. 100% تنو جانش ساق دوستان عزیز. مسئله نرخش باشد 13400 سومون باز من کمتون معاملش است. مسئله نرخش 13400 سومون باز من کمتون معاملش است. من چخیلی که در نوار میبینیتون من چوچوهاش درازی، تگاش سفید. من در وقت نوار دوستان عزیز مسئله خوردنش هم نواراش پیشنهاد میکنیم. من دیده من بعد خریداری کنتم. شخصانی که به کانال ما مهمان هستن حتما پادپیس کنتم، ویدیو رولکای ما یار دوستا و پدلیس کنتم. رحمت برای دست گرفتم. باقی سربلند و خانه آباد باشتم دوستان.